شبوهنگ شبوهنگ در تلویزیون خطلون. شام بخیر خطلون. عید بهار و فرارسی نوروز عجم به همه شما مبارک باشد و ما این نشر برنامه شبوهنگ را تصمیم داریم که در یکی از منظره های زیبای شهر باختر به نوار بگیریم و البته با صحبت های سریراهی با ساکنان شهر و البته وقتی بهار آمد امروزها سیمای شهر باختر نیز دیگر گشته و شام های این شهر نیز با زیبایی و تراوت و دلپسندی و جالبی خود دقت ساکنانش را جلب کرده است و ببینیم که ساکنان این شهر یک روز خود را چگونه گذراندند و عموما یک هفته آنها چگونه گذشت، چون امشب شام شنبه است و یک هفته خود را ساکنان برای ما خواهند گفت و امیدوارم که همصحبتان خوبی نیز پیدا خواهیم کرد و اگر شما برای تماشا آماده باشید ما آغاز میکنیم. شبوهنگ در تلویزیون خطلون. من یک نفر پیدا شد. سلام علیکم دو نفر. سلام علیکم. ما از تلویزیون خطلون برنامه شبوهنگ بشناسید. نام من فضل‌الدین، محمدپور فضل‌الدین. من نصرت اوچیلی. بهتره. شما اینجا فعالیت میکنید؟ من راستی آموزگار هستم در هنر چیلیک. آموزگار زبان انگلیسی. من شام شما چگونه میگذره؟ شام در اصل شام مثل هر وقته هر روزه همین از کار میبرایم خانه کار همون خیلی مثل هر وقته میگذره. من از ما نیز انگمی یکم میگذرم مثل هر وقته هم وقت خرسانی گذشته است. بهتر. و من امروز شما چگونه گذشت؟ چون که هفته شما چگونه گذشت؟ راستی هر روز مثل هر روزه میگذره هر وقته. امروز هم هفته برتر نداشت از هفته گذشته. این خیلی گیریم نه همون خیلی مثل هر وقته گذشت. همین هر روزه که همین کار خونه همون خیلی مثل هر وقته عادی گذشته. از شما ها ما نیز با برکت نمی‌بینیم. شما هر شب خود را با استراحت سپری میکنید یا اینکه باز چیکار را؟ نه ما راستی اکو از کار راه به سوی خانه بودیم. خیلی هر شب اکو راستی من که در دانشگاه امریکایی میخونم University of the People میگن. راستی در شب‌های من همیشه با درس یارکن میگذرد. آنلاین کاملا آنلاین است. راستی همیشه درس‌های من با همین درس یارکن میگذرد تا ساعت 12 شب. هر شب همین خیلی. بهتر. شما امروزها زیبایی شهر باختر رو چگونه بها میدید؟ اکنون روز به روز این باختر از آن روزی که نامش بود عوض شد باز تغییرات زیاد شده است. هر روز این زیبایی مثلا نگرید که اینقدر گل و زیبایی این سبزه ها همش یک این پیشروی این رمز استقلالیت است. خیلی پیشروی ها را بینید. شاید از اهل خانواده شما یگون نفر ما را تماشا دارند یا اهل عائله شما ما را تماشا دارند گفتنی اگر داشته باشه امکان دارید مرحبا. خیلی اهل عائله همه دوستان خرسندی همونها را میخوام. همیشه خوشبخت باشن، بگذار سلامت باشن، همیشه سربلند خانواده باشن. ما نیز همین خرسندی اویله رو میخواهیم. همه دا بود نوروز مبارک شود. ایتیم یار و برادرها دا همین پدر مادر همه جمهوری تاجیکستان نوروز مبارک. بهترین. ما هم تمنا میکنیم که همیشه روز شما مبارک باشد، هر هفته شما مبارک باشد، همیشه شما روز خود با موفقیت استفاده نمایید و عید بهار و نوروز عجم همه شما مبارک باشد. سلامت باشید. تشکر برای صحبت. سلامت باشید. نوروز مبارک. رحمت. بینندگان عزیز ارجمند، چطوری که ما و شما شاهد گشتیم اکثریت جوانانی که امروز و امشب در منظره های زیبای باختر سیر و سیاحت دارند از آبادی سخن میگن و شادند از اونی که شهر باختر زیبا گشته ایستاده است و من امیدوارم که در جریان برنامه باز چندین همصحبتان خوب را نیز پیدا خواهیم کرد و آنها یک هفته خود را چگونه سپری کردن برای آنها با برار بود یا نه و ما ادامه میدیم.
زورایم هستم. دانشجوی کورس اول دانشگاه دولتی با نام ناصر قصار شهر بختر. بهترین برنامه شبانگ است از تلویزیون خاطرون و ما شما بخیر میگیم. تشکر زیاد، شما بخیر باشد. تشکر. ما سوالهای مختلف داریم و یک سوال بسیار هم مهم ما اون است که امروز خود شما چگونه گذرانید؟ امروز همون رو اول سراور چون هر وقت به درس دانشگاه و امروز که تنتنه نوروز است و نوروز نیز یکی از جشن‌های قدیمی‌ترین ملت ما است و ما است در آمادگی به جشن این باشکوه، جشن بزرگ ملت آمادگی یعنی که تیاری در آنجا بودیم، البته تیاری دست دادیم و بعداً باز به کارها که برای تیاری درس دیگرش و هنگامی که بگاه شد امروز پای آبادانی و هر لحظه هر یک گوشه شهر نظر می‌اندازیم. از هر روزه هر وقت دیده زیباتر شده ایستاده است، وطنمان گلگون شکوفان شده ایستاده است. خواستم در هوای آرام در این منظره های زیبا کمی سیر و گشت نمایم و بهترین. باز چگونه می‌خواهید ببینید وطن؟ وطن رو از هر وقت دیدار زیباتر زیرا که امروزها ما به هر گوشه نظر می‌آوریم فقط تغییرات است، کامیابیش پیشروی است و بگذار مملکت ما کشور ما هر روز زیباتر و پیشرفته و زیباتر از هر وقت دیده گردد. بهترین. شام‌های دانشجویان چگونه می‌گذرند؟ شام‌های دانشجویان هر خیر روزهای می‌شود که اگر درس‌ها باشد درس‌ها مشکل پای درس یا روزی می‌شود که تنها برای آرامی است باز با تماشای شهر همون می‌برویم و باز همین خیل با بچه‌ها یک اونجا شست صحبت می‌کنیم، سیر سیاحت همین خیل. بهترین. شما از عید نوروز گفتید. شما چگونه می‌گذرانید هر سال عید نوروز رو و در کجا تجربه می‌کنید؟ عید نوروز رو بسیار وقت‌ها اگر که در ناحیه باشیم حالا که دانشجو هستیم با دوستان بیان که در میدان ورزشگاهیان که با بیشتر یعنی بیشتر وقت با تماشا و سیر سیاحت چرا که منظرهای زیبای کشورمون با اون کوه‌هایی که در بهار رون گلپوش میشوند سبز میشوند با تماشا و با سیر و سیاحت و با همین خیل جای‌های تماشاباب می‌رویم. در عرفه نوروز بیشتر با سیر و سیاحت. البته بیشتر چرا خود که نوروز تنتنه نوروز در کجا شما سپری می‌کنید؟ همون روزی که نوروز رو مخصوصاً جشن می‌گیرید. نوروز رو مثال نقشه است که در ورزشگاه مرکزی یعنی که همراه جشن می‌گیریم البته با همراهی دوستان و دانشجویان. و آنهایی که ما رو تماشا دارن شاید از اهل اولای شما که یعنی زمان توسط برنامه ما رو تماشا دارن اگر گفتنی داشته باشید رحمت به همه عید نوروز رو این عید بزرگ ملت تاجیک رو مبارکباد گفتنیم و همیشه چون بهار همه رو سرسبز و خورم و در تمام زندگی و کارهای آینده پیشروی و کامیابی‌های بی‌نظیر رو آرزو دارم. تشکر زیاد. تشکر. برای شما هم تشکر میگیم و عید بهار و نوروز رو مبارک میگیم و خیلی خوشحالیم که با ما صحبت داشتید. شماتون بخیر باشه. شما بخیر. این زبان چه خیلی میبینید در این گل شنوندیم، گازون شپیدیم، نه دومر رنگ بور کردیم. این خیلی با آبادانی مقصد خوبتر اما رفته است اینا. یعنی این زیبایی ها محصول دست شماست. بله، و امیر ریمون کردیم، اینا دومر را فسان کردیم. بله. بینندگان از ارجمند آنهایی که درباره زیباتر شدن شهر گفتند محض از زحمت‌های خود ایشان هستند. از زحمت‌های همصحبت ما و نفرانی که با ایشان کار میکنند و ما تشکر میگیم که در آبادی شهر امروز شما سهمی خیلی زیاد دارید، دستتون درد نکنه و برای شما تشکر میگیم و عید بهار و نوروز رو مبارک میگیم. شماتون بخیر باشید. زنده باشید. شب و هنگ در تلویزیون خطلون. بینندگان از ارجمند این زمان ما مرحله راهگذر را سپری میکنیم و بعداً ورود میشیم به صحنه میدان سامانی.
День был прекрасный, погода зашибись. Весна. Тут очень красиво. Если честно, я турист. Я в первый раз буду отмечать здесь Навруз, и мне очень интересно вообще посмотреть, что будет, как это проходит. Так. Ну, я Навруз видела, но все-таки каждый год он новый и по-разному. Все-таки интересно посмотреть, что будет в этом году. Вы из каких стран? Из Санкт-Петербурга я приехала. Я недавно тоже приехала, поэтому... Знаете, прекрасно. Настолько прекрасно, что мне даже не хочется возвращаться домой. Я хочу здесь остаться жить. Я влюбилась в Таджикистан. برنامه شباهنگ است از تلویزیون خطلان. بشینید میشوید. من نظرم کریم هستم. نبینیم که با سیاحت مشغول هستید. نواسه نواسه قطعی و بچه ها نواسه اهل قطعی سیاحت بیگاهی کردیم. شامی بختره. بهترین. این نبیرهای زیبای خود رو میتوانید شناس کنید با ما. نبیره من جسور، منصور، رسول. بهترین. من شام‌های خودش ما چگونه می‌گذرونید؟ شام‌های خود بهترین شامی بهترین حس کردم. قطعا شهر بختر ما به هر شهر بازه به شهر خشروش از باشید است. باز از این هم از این هم خشروتر شود. یا هفته نبرم هفته آنچه نویگری شهر بختر شده است. بهترین. خرسند است. این روز خود را چگونه گذراندید؟ این روز خود را از همه روز بهترین گذراندم. قطعا ایله قطعی نبرو سایه خشرو گذراندم. بهترین ما نیز امیدواریم که هر روز شما با ما بود هستید. رحمت شما. امروز که ما در عرفه عید نوروز قرار داریم شما هر سال عید نوروز چگونه تجربه می‌کنید و در کجا تجربه می‌کنید؟ عید نوروز هر سال ما در شهر بختر تجربه می‌کنم لیکن این سال عید نوروز از اومدش معلوم است که بهترین نوروز شهر بختر است. بهترین است. این قدر آبادی قدر زیبا شهر شده است. شام بختر به شهر زیبا شده است. کدام پهلوی جشن نوروز برای شما بیشتر پسند است؟ یا بعضیا میگن برای من تمام بیشتر پسند است که ورزش یعنی گوشتینی رو تماشا کنم که بیشتر در این جشن. اما هم ورزش هم آبادی شهر بختر هم مردم خرسندیش نبیرهایش یگان جا تحصیل میکنند. این بچه‌م صنف یک میخواند هم ورزشگری بهترین گیمناستیک هستم. آفرین. ای پرسن خوشا پرسن. من جسور هستم. بگو شعر میدونی؟ بله. ای سبکی خوبانی میسی ماهی تابانی چون لالای سرخاسی خوشبوی شری دستی. بهترین. افتاد آمد خانم دامه اشی سن اومد دلم. آفرین. بگو یا شعر بگو. روز خط. دستای مردم در رگی امام و ابریگا شتارا دینولو بمای زاساب رگا در شتاتی پلیکاش نمایو از ایمان استاجیس. آفرین بهترین. ما برای تربیت نبیرهایش بسیار تشکر می‌کنیم و امیدواریم که آینده نبیرهای شما یک فرزند به وی میرسند که در آبادی شهر و آبادی وطن سهم گذار باشند. رحمت شما در نوروزتان مبارک شود. رحمت شما. ایلان هر روز هم خیر نوروز رو بگذارم. تشکر. برای صحبت تشکر. زنده باشید. رحمت کنم. السلام علیکم. شما بخیر باشید. شما بایم خیر باشه. این برنامه شباهنگ از تلویزیون خطلان است. شناس میشید؟ من جمیله یوسفوفه. روز شما چگونه گذشت؟ ما سال گذشت که از نواساکتی بهترین همه جای شو. نوروز رو شما چگونه میگذرونید؟ نوروز هم خیلی میگذرونیم. هم ناس اوچه تو هم خرسندی گودکامون خرسندی آبادی شو همه جای ناز باشند. رشم زندگی و سویشتر روزگاری با سعادت تمام کنید. رحمت کنم. شباهنگ در تلویزیون خطلان. بینندگان عزیز و ارجمند طولی چند لحظه با شما بودیم با برنامه شامگاهی شباهنگ که صحبت سریراهی داشتیم و صحبت ما غیر انتظار بود با ساکنان مرکز
ولایت خطلون شهر باختر که آنها از آبادی شهر میگفتند و میگفتند که امروز آنها با برار بود. امیدوارم که هفته جاری برای شما یک هفته با برار و هفته موفقیت خواهد شد. تا دیدارهای نوبتی خیر. شب آهنگ شب آهنگ در تلویزیون خطلون.